آموزش قرآن به آیت الله دکتر قزوینی، قسمت دوم. ألف فتحة آ مصنع لام جزمة ال حا فتحة الحا ميم جزمة الحم دال ضمة الحمد الحمد لله رب العالمين. و اهل تسنن نمیتونن ادعا بکنن حتی در خواندن قرآن هم جلوتر از شیعیان هستن. ضمناً آقا جان قرآن رو هزاران بار هم بخونید اما نفهمید، هیچ ارزشی خواندن قرآن ندارد. قرآن میگه اونهایی که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. جناب حضرت آیت الله دکتر شیخ مفید زمان یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون اشتباهه، صحیحش اینه. گوش کن. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یلعنو زمه داره نه فتحه، زمه. یلعنهم الله، یلعنهم الله. بله در سوره سجده آیه 11 میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ببینید جناب آیت الله شیخ مفید زمان، دکتر، پروفسور، روز اولی که طلبه ها درس دینی میخونن به آنها یاد میدن که مضاف الیه مجروره، مضاف الیه مجروره، یعنی ملک الموت اشتباهه، صحیحش اینه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملک الموت، ملک الموت نه ملک الموت. در فلان آیه است و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله قربا. اینام دعا میکردم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. جناب حضرت آیت الله قربا کجا، زلفا کجا؟ بابا ولش، مدرک دکترا نوش جانتون. تو این مملکت به هر بی سوادی مدرک دکترا میدن. وقتی که بهشتیا وارد بهشت میشن خطاب میاد ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. این که شما به بهشت آمدید به خاطر عملی بودی که شما چیه انجام دادید. سوره اعراف آیه 43. جناب حضرت آیت الله عزیز دل برادر صحیحش اینه. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اولا ان تلکم الجنه نیست، ان تلکم الجنه با سکون نون هست نه تشدید. ثانیا اورثتموها اشتباهه، درستش با کسره هست، اورثتموها. جناب آیت الله حداقل از رو درست بخونید. ما ادری ما یفعلی ولا بکم غدا. لا حول ولا قوة الا بالله. جناب آیت الله شیخ مفید زمان در زبان عربی نه در ادبیات جاهلی قبل از اسلام و نه بعد از اسلام کلمه یفعلی وجود نداره. نمیدانیم شما این کلمه رو از کدام فرهنگ لغت پیدا کردید. ثانیاً جناب آیت الله کلمه غدا رو از کجا به این آیه افزودید؟ صحیح اینه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم.
اما ظاهرا جناب حضرت آیت الله دکتر شیخ مفید زمان خواندن این آیه را بلد نیست، چرا که بار دیگر این آیه را به همین شکل می‌خواند. با هم کلیپ بعدی را ببینیم. وقتی قرآن از یک طرف داره میگه و ما ادری ما یفعلی ولا بکم غدا، اما فهم حضرت آیت الله دکتر شیخ مفید زمان از قرآن. حالا بنده میخوام با حضرت علی بیام طرف قرآن. قرآن کجا گفته شما اطراف بیت الله الحرام باید طواف کنید؟ جناب حضرت آیت الله شیخ مفید زمان، اندکی قرآن بخوانید تا بدانید که الله چند بار در قرآن به طواف اطراف بیت الله الحرام اشاره کرده است. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. آنگاه باید آلودگی ها را از خود بزدایند و به نذر خویش وفا کنند و پیرامون خانه کعبه طواف نمایند. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. و چون کعبه را برای مردم محل اجتماع و مرکز امن قرار دادیم، مقام ابراهیم را جایگاه نماز قرار دهید. ما به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که بیت الله را برای طواف کنندگان و معتکفان و اهل رکوع و سجده پاکیزه نمایید. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و زمانی را یاد کن که برای ابراهیم مکان خانه کعبه را مشخص نمودیم و به او فرمان رسید چیزی را شریکم مگردان و خانه ام را برای طواف کنندگان و نمازگزاران و کسانی که رکوع و سجده می کنند پاک بگردان. جالب اینجاست که بینندگان برنامه‌های حضرت آیت الله شیخ مفید زمان به جهل ایشان نسبت به قرآن خواندن پی بردند، اما ببینید چگونه از خود دفاع می‌کنند. آیه قدیمی بفرمایید. عرض کنم خدمت جناب عالی، عرض کنم اصلا مخرج حروف رو نمیتونی ادا بکنی. مخرج حروف غلط قرآن ما اینجا تلقین میت که نمی آقای محمودی، ما اینجا تلقین میت که نمی کنیم، داریم یاسین میخوانیم فعلا. من واقعا متاسفم برای بعضی از این دوستان. حالا نگاه کنید، بعضی دوستان مثل آقای محمودی میاد خیلی مؤدب صحبت میکنه، معلومه که هیچ بار علمی نیست و قضیه، میان به یک حشیشی به یه زاجراتی متصل میشن. آقا قرآن بلد نیستید بخونید. بله شما درست، ما اصلا قرآن بلد نیستیم بخونیم، ولی شما مطالب علمیتون رو بیان کنید. استاد داره علمی مطرح میکنه، واقعا این معلومه دیگه. حالا قضاوتش با بینندگان عزیزمون که دیگه وقتی شما دست میآویزید به یک چیزایی که اصلا مبنای علمی نداره، معلومه که خلاصه چقدر دستتون پره. بینندگان محترم، دیدید که قرائت صحیح قرآن از دیدگاه آیت الله و شاگردشان حشیش و زاجرات سخنی بدون اساس علمی شمرده می شود. حال قضاوت با شماست. منتظر قسمت‌های بعدی باشید.